مسابقه بعدی فرید بشارت مصادف هست با برگشت دوباره کانر مگریگور بعد از 5 سال. UFC لاس وگاس تاریخ 20 ماه جون. این بار فرید بشارت در مقابل فایتر 28 ساله آمریکایی که جدیداً به سازمان UFC پیوسته است وارد قفس می شود. این فایتر 10 پیروزی و 2 شکست در کارنامه داره. 2 شکستش در 2 فایت اول هست و 10 پیروزی متواتر یا متوالی در کارنامه داره در 10 مسابقه آخر که 2 مسابقه آخرش را در سازمان UFC انجام داده است به نام ایونگ. در این شب فایت اصلی را کانر مگریگور در مقابل مکس هالووی انجام میده. برگشت دوباره کانر به قفس بعد از 5 سال دوری و تقابل دوباره کانر با مکس هالووی. ولی برنده این بار کی خواهد بود؟ کانر یا مکس هالووی؟ این یکی از پربرنده ترین رویدادهای UFC در سال 2026 است که خوشبختانه فرید بشارت هم در این رویداد فایت میکنه، ولی بدبختانه ای که فرید جزء 15 بهترین وزن خودش بود و خیلی خوب میشد که با یکی از 15 بهترین یا 10 بهترین فایت انجام میداد، ولی خب قسمت با ایونگ بود.